جیم کالینز نویسنده کتاب Good to Great یا از خوب به عالی میگه کارهای بزرگ با فشار دادن یک چرخ تیار ساخته میشن، دور به دور، قدم به قدم تا شتاب بگیرن. و جالب اینجاست که تو تحقیقات استنفورد روی رشد تدریجی نشون دادن که بیشتر استارتاپ ها و پروژه های بسیار بزرگ از نسخه های اولیه خیلی ناقص شروع شدن و با اصلاح مداوم به موفقیت رسیدن. این یک واقعیت نانوشته است. بزرگترین موفقیت‌های دنیا دقیقاً همینطوری ساخته شدن، با قدم‌های خیلی کوچیک و ناقص. اما یک ذهنیت هست که داره این حقیقت رو از ما پنهون میکنه. ذهنیت همه یا هیچ که مدام بهت میگه کامل باش، خوب شروع کن، یا قوی استارت بزن یا اصلاً نزن. شاید فکر کنی این صدا داره کمکت میکنه بهتر بشی، ولی در واقع داره تمام فرصتهای تو رو از تو میگیره. سلام به تو همراه همیشگی ذهن بی‌مرز، جایی که با هم سعی میکنیم نسخه قوی‌تر و ارزشمندتر خودمون رو بسازیم و من بابت حضور گرم شما عمیقاً خوشحال و سپاسگزارم و افتخار میکنم که با یک ویدیو دیگه در ذهن بی‌مرز با این صدا همراه شما هستم. امروز با هم ذهنیت همه یا هیچ رو بررسی میکنیم. ذهنیتی که بسیار رایجه و شاید حتی خودت هم متوجه حضورش در ذهنت نباشی. اما سالهاست که مثل یک ترمز عمل کرده و سرعت تو رو گرفته. همون ذهنیتی که باعث میشه ماه‌ها و حتی سالها منتظر زمان مناسب بمونی و در آخر بفهمی که زمان مناسب همون اولین قدم ناقصی بود که بر نداشتی و صبر کردی تا کاملتر بشی. تا انتهای این ویدیو همراه من باش. بهت این قول رو میدم که بفهمی چطور این صدای مزاحم رو خاموش کنی، چطور تمرکزت رو روی قدم‌های کوچکتر بذاری تا بتونی تغییرات بزرگ رو رقم بزنی و از زندان ذهنیت همه یا هیچ آزاد بشی. شاید برات این سوال پیش بیاد که آیا ذهنیت همه یا هیچ همون ذهنیت کمالگراییه؟ بذار اینطور بگم که کمالگرایی مثل یک چتر بزرگه که در زیر خودش ذهنیت‌های مختلف و رفتارهای متفاوت رو در بر گرفته. مثل ذهنیت همه یا هیچ، مثل ترس از اشتباه، مثل وسواس روی جزئیات. و همه یا هیچ یکی از رایج‌ترین حالتهای کمالگراییه، جایی که تو فکر میکنی یا باید توی اون کار کامل و بی‌نقص باشی یا اصلا اون کار رو شروع نکنی. پس ذهنیت همه یا هیچ یکی از شاخه‌های اصلی کمالگراییه که میخوایم به صورت تخصصی تر بهش بپردازیم. ذهنیتی که وقتی خاموشش کنی سرعت رسیدن به موفقیت‌هات رو چند برابر می‌کنی. ذهنیت همه یا هیچ چطور تعریف میشه؟ همونطور که گفتیم یکی از رایج‌ترین اشکال کمالگراییه و کسی که ذهنیت همه یا هیچ داره همونطور که از اسمش پیداست باور داره که وقتی میخواد کاری رو شروع کنه یا باید اون کار رو بی نقص و کامل انجام بده یا اینکه اصلا شروعش نکنه. و این باور بسیار سمیه. میدونی چرا؟ چون باعث میشه حتی قدم‌های کوچیکی که میتونی رو به جلو برداری دیگه به چشمت ارزشمند دیده نشن و تو رو از شروع کردن، از ادامه دادن یا حتی از تکمیل کردن پروژه یا کاری که توش هستی منصرف میکنه، چون فکر میکنی اونطور که دلت میخواد کامل و بی‌نقص نیست. مثلا تصمیم میگیری ورزش کنی، با خودت قرار میذاری هر روز صبح قبل از شروع کارت نیم ساعت توی پارک بدوی. چند روز که رفتی یه سفری پیش میاد یا شب قبلش مهمون داری و نمیتونی فردا صبح زود بیدار بشی یا هر اتفاق دیگه ای. تو به جای اینکه دوباره ادامه بدی کاملا رها میکنی و میگی بیفایده است، با این شرایط من نمیشه. میخوای زبان بخونی، چند روز با قدرت میخونی و پیش میری، اما یه کاری پیش میاد که باعث میشه چند روز نتونی بخونی. و تو به جای اینکه بعد از اون کار ادامه بدی کلاً رها میکنی و با خودت میگی هر بار میخوام زبانو شروع کنم همینطوری میشه. میخوای محتوا بسازی، اونقدر فکر میکنی چطور باشه که اولین محتوات شاهکار باشه که هیچ وقت به ضبط اولین محتوا هم نمیرسی.
در واقع تو این ذهنیت تو فکر میکنی صدای درون تو میخواد که پیشرفت کنی، عالی باشی، خوب شروع کنی، اما اون صدا فقط یه ترمزه، یه محدود کننده که باعث میشه تو فکر کنی کامل بودن شرط ارزشمند بودن و پیشرفت کردنه. حالا میخوام بهت بگم که ذهنیت همه یا هیچ چه اثرات منفی و مخربی داره. اولین اثر منفی اون فرصت سوزیه. بزرگترین مشکل این ذهنیت اینه که اجازه نمیده از قدم‌های کوچیک و ناقص شروع کنی و نتیجه این که سالها میگذره و هنوز هیچ کاری رو کامل نکردی. دومین اثر منفی اون اضطراب و استرس دائمیه، چون هیچ کاری به اندازه کافی برای تو کامل نیست و رضایت تو رو جلب نمیکنه. پس همیشه احساس کمبود و فشار داری و دائم تو اضطرابی. سومین اثر منفی اون اینه که خلاقیت رو از تو میگیره. فرض کن تو در حال انجام یه کاری هستی و یه ایده خلاقانه جالب به ذهن تو میرسه که اگه اون رو توی کارت اعمال کنی شاید نتیجه فوق‌العاده بشه، ولی ذهنیت همه یا هیچ نمیذاره. میخواد همه چیز بی نقص باشه و طبق برنامه پیش بره و اینجا ریسک کردن و امتحان کردن ایده های جدید سخت میشه. چهارمین اثر منفی اون ترس از شکسته. این ذهنیت باعث میشه هر اشتباه یا ناکامی کوچیکی برات یه شکست خیلی بزرگ تعبیر بشه و عقب نشینی کنی، چون تو این ذهنیت باید همه چیز عالی پیش بره وگرنه رها میکنی. و پنجمین اثر منفی اون که خیلی خطرناکه ناامیدی و بی‌انگیزگیه، چون رسیدن به نسخه کامل در هر کاری تقریبا غیر ممکنه و تو احساس ناکامی دائمی داری و انگیزه و امیدت رو از دست میدی. اما خبر خوب این که اگرچه این ذهنیت بی شدت محدود کننده است، اما اگه آگاهانه کنترل بشه میتونه تا حدودی مثبت باشه. مثلا میتونه دقت و توجه شما به جزئیات رو بالا ببره، استانداردهاتون رو تا حدی بالا ببره و در نتیجه کیفیت کارهاتون افزایش پیدا کنه. اما نکته کلیدیش رو هرگز فراموش نکن، اینکه قدم‌های کوچیک و ناقص هستن که دارن مسیر موفقیت تو رو میسازن و این قدم‌های کوچیک و مستمر بسیار ارزشمندتر از قدم‌های بزرگ اما گهگاه هستند. و اصلا مهم نیست که اولین کار شما یا شروع کار شما کامل و بی‌نقص باشه. مهم اینه که حرکت کنی و این جمله طلایی رو گوشه ذهنت حک کنی که شروع میکنم، در مسیر پیشرفت میکنم. حالا بریم سراغ راهکارهایی که با استفاده از اونها بتونیم این ذهنیت همه یا هیچ رو خاموش کنیم. قطعاً اولین و مهمترین راهکار شروع با قدم‌های کوچیک و ناقصه. ببین تأکید میکنم ناقص، یعنی حتی همون قدم‌های کوچیکی که برمیداری ممکنه کامل نباشه ولی بسیار ارزشمنده، چون باعث میشه دکمه اقدام در شما به کار بیفته. مثلا میخوای ورزش رو شروع کنی، اصلا لازم نیست لباس ست ورزشی خاص یا کفش عالی و برند داشته باشی. حتی شده برای شروع 10 دقیقه خودت توی خونه با آهنگ ورزشی ورزش کن. کم کم متعهد کن خودت رو که هر روز انجامش بدی، بعد حرکات درست رو سرچ کن و انجام بده و بعد باشگاه ثبت نام کن. مثلا میخوای محتوا بسازی، اولین نسخه اصلا لازم نیست عالی باشه، فقط لازمه که ضبط بشه. راهکار دوم تقسیم هدف بزرگ به اهداف کوچیکه. وقتی هدف بزرگ رو به کارهای کوچیکتر تقسیم کنیم، ترس از کامل نبودن و عالی انجام ندادن کمتر میشه و اون وقت انجام هر بخش برامون یه پیروزی محسوب میشه و انگیزه ادامه دادن رو بالا میبره. فرض کن هدف تو نوشتن یک کتاب 300 صفحه‌ایه یا نوشتن پایان نامه دانشگاهته. اگه از همون اول فکر کنی که باید یک کتاب کامل و بی‌نقص 300 صفحه‌ای بنویسی یا باید یک پایان نامه کامل و بی‌نقص ارائه بدی، احتمالاً تو همون نقطه شروع گیر می‌کنی. ولی اگه هدفت رو تقسیم کنی، فقط روزی 2 صفحه بنویسی، به راحتی فشار و استرس رو از روی خودت برمیداری و تمرکزت رو روی اون 2 صفحه‌ای میذاری که عالی انجامش بدی. راهکار سوم اینه که نگاهت رو نسبت به شکست و اشتباه تغییر بدی. اینو بدون که اشتباه کردن نشونه ناتوانی تو نیست.
فقط یه بازخورده که اتفاقاً منجر به یادگیری عمیق‌تر میشه. هر قدم ناقص اطلاعات و تجربه تو رو بیشتر میکنه و قدم بعدی تو رو محکم‌تر. قدم چهارم پذیرش ناتمام بودن بعضی چیزهاست. بعضی اوقات لازم نیست همه چیز کامل و بی‌نقص باشه تا ارزش داشته باشه. یاد بگیر که خوب کافیه، لازم نیست حتما عالی باشه و قدمت رو بردار حتی اگه کامل نباشه. بذار یه مثال از خودم بزنم. اولین محتواهایی رو که ضبط می‌کردم مدام از دوستم می‌پرسیدم چطوره و درباره تمام جزئیاتش ازش سوال می‌کردم. اما اون به من گفت ببین، دیگران با این حساسیتی که تو روی محتوای خودت داری به اون نگاه نمی‌کنن و به صورت یک پکیج کامل از نوع محتوا و صدای تو به اون نگاه می‌کنن. و من به این نتیجه رسیدم که کاملا درست میگه. مثل عکس دست جمعی که همه فقط روی عکس خودشون زوم میکنن و دنبال نقص توی اون میگردن. و راهکار پنجم یا راهکار آخر، تمرکز بر مسیر نه فقط نتیجه. به جای اینکه فقط به مقصد نگاه کنی، به قدم‌هایی که برداشتی توجه کن. این ذهنیت مسیر رو لذت بخشتر و انگیزه بخشتر میکنه. سالها پیش یادم یک روز داشتم تمرین موسیقی میکردم. وسط یک قطعه که تازه درسش رو از استادم گرفته بودم گیر کرده بودم. هی از اول قطعه میزدم تا به اون قسمت میرسیدم که نمیتونستم خوب بزنم و یه جورایی داشت کلافم میکرد که یهو همسرم گفت چقدر قشنگ داری میزنی. این دقیقاً همونه. من از مسیر لذت نمی بردم و اصلاً حواسم نبود که تا اینجا رو دارم خوب میزنم و فقط منتظر نتیجه بودم. مسیر موفقیت واقعاً یه پازله که هر قدم کوچیک ما یه تیکه از اون پازل رو میچینه و یه بخش از تصویر موفقیت ما رو کامل میکنه. و یادت نره که ذهنیت همه یا هیچ فقط یه ترمزه که باید پاتو از روش برداری تا سرعت بگیری. از تو ممنونم که تا انتها همراه این صدا بودی. منتظر خوندن نظرات ارزشمندتون هستم و میخوام بدونین که کامنت های شما بی اندازه به من انرژی و انگیزه میده. اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفاً با لایک و سابسکرایب از من و این مسیر حمایت کن. با تمام وجودم از خدای بی نهایت مهربون براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.